تحقیقاتی که در فاصله سالهای 2014 تا 2016 در 4 جمهوری آسیای مرکزی با استثنای ترکمنستان در موضوع جوانان آسیای مرکزی انجام شده است، اخیراً در شهر الماتا نتیجه گیری شد. نتیجه های تحقیقات حاکی است که بیش از 56% جوانها به خاطر بهبود وضع اقتصادی، 29% به خاطر کار و 25%شان به خاطر گوناگون رنگی فرهنگی میخواستند به خارج کوچ ماندند. بیش از 78% جوانها گفتند که به هیچ صورت نمیخواستند از تاجیکستان بروند. 56% جوانهای تاجیک گفتند که میخواستند در مکتب‌های خارجی تحصیل کنند و از این نظر برای آنها مکتب‌های عالی روسیه 42%، ایالات متحده آمریکا 16%، چین 8% و اتحادیه اروپا 7.7% جلب توجه میکردند. اکثر کارشناسان تاجیک میگویند توجه جوانان بیشتر به امکان تحصیل و زندگی در روسیه قابل درک است. این کشور مکان کار و زندگی بیش از 1 میلیون ساکن تاجیکستان است و این کشور از دوران شوروی از نظر زبان و منتالیته برای اکثریت نزدیک و آشنا می باشد. مظفر عالم و پژوهشگر مرکز تحقیقاتی شرق میگوید از کاتگوری مهاجرا جوانو سهمشون خیلی کلان است. برای همین البته با غیر از این خصوصیت خاص موضوع ما مردکی است، یعنی مسکولین میگه در حقیقت هست، اما در کوچ بستن به خیالم ممکن کمتر باشد. کارشناسان میگویند درصد کمتری جوانان بیش از 30% دیگری که زندگی و کار در خارجه دور از جمله غرب و آسیا را انتخاب میکنند از خویش داراتر تاجیکستان بوده امکان مالی بهتری سفر به دورتر از روسیه را دارند. مقامات تاجیک میگویند در سالهای اخیر بیش از 30,000 جوان تاجیک با هدف تحصیل به خارجه رفتند. یکی از مشکلات رقم اول ختم کرده های دانشگاه خارجی پیدا کردن کار از روی اختصاص و با معاش شایسته می باشد. این مشکل به فرار مرزها از تاجیکستان سبب می شود که شروع از سالهای جنگ داخلی کشور تا امروز وجود دارد و ساحه‌های زیاد از جمله طب و معماری و کمبود متخصصان حرفه‌ای اذیت می شوند.